اونور جنگل تن سبز پشت دشت سر به دامن، اونور روزای تاریک پشت نیم شبا. بیاین بریم سفر. کیفی که قراره تو جاده بغلم باشه اینه. اما این کیف لوازم اضطراریه توی شهرمون، یعنی میریم بیرون مدرسه فلان بیسار این داستانا. خب همین کوچیکه بازش میکنیم، قرار از این استفاده کنیم. خیلی هم خوشگله. شیر کارامل. Let's go. Wait, Chris Wood. اندازه کروکودیله بکشش. دوستان لطفا الان نیاین بگین این چه ترسی داشت. لطفا عادی سازی کنید که من و خیلی های دیگه فوبیای حشرات داریم. اوکی؟ آخ من چه کارم؟
شوهر خودکارم باشه. خب من وقتی رسیدم خونه با این مواجه شدم که بسته هام رسیدم و خب یکی دیگه در نبوده ما تحویل گرفته بود و بله واقعا آدم خوشحالیم. بچه‌ها اینم بگم من که من آدم اهل سفر نیستم و میشه گفت به غیر از زمان جنگ که رفتیم شهرمون یه 3-4 سالی میشه با خانواده سفر نرفته بودم، به غیر از یه دونه مشهد. آره دیگه و آره با خانواده سفر نرفته بودم و گفتم چه فرصت خوبیه که با خانواده بریم سفر بریم. اند مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. ماچ به گلتون.